بین که شریعت که شما وقتی که پدر و مادراتون خدمت میکنین، در چهره پدر و مادراتون نظر رحمت میکنین، وقتی شما میرین نماز جمعه میخونین، وقتی شما دل یک برادر مسلمان خرسان میکنین، الله مهربان در نامه اعمالتون همون صرف و خرج زحمت حاجی را در نامه اعمال شما همین نویسن. از این لحاظ این معنای یگان غضب خدا را نداره. این یگان معنای بگیم که یعنی پس بدن شما را در پیشگاه خدا نداره که شما زمانی که در دنیا قرضدار شدید. به این خاطر اگر شما با همین قرضهای داشتگیتون شما رفته اگر حج هم کردین، حجتون در نزد الله و رسول هیچ صحیحیت هم ندارد و این حج مقبولم مبرورم حساب نمیخوره. حساب نمیخوره. بعضی های دیگرمون قرضدار یک طرف وسیله هایی که برای زندگی ما میفروشه، ماشینا ما فروختیم، گاوا ما فروختیم، زمین ها ما فروختیم، بچه ها ما بگیم با یک مهنت و زحمت و مشکلات کار میکنن، مجبور میکنیم که مرا مقصد حج روان کن. او همسایه ما حج رفت، اونا و امکیت حج رفت، اونا و ینگت حج رفت، اونا و اپت حج رفت. یعنی ببین که از روی بخیلی ها مونه، از روی حسد مونه، از روی کینه های داشتگی مونه، ما در پیش مقصد میگذاریم که بریم حج کنیم. آخه این حج از کجا درست میشود؟